علیکم سلام و رحمت الله. خود سلامت خوب اگر اونای خدمت شما خوب کدیه ای کرو اومدی او کرو چخه کرو خوب انا بیگه شدیسته بود خسته میمونم افسوس کنی چی گپ خبر دیگه ما تنج او تینجی تینجی اکا زیغشتم نصرینی نیست تینجی دادر خبری بد است چی پس اکا؟ نه برادر قدیم زندگی میکرد کار میکرد اوای زنگ زد گفت کوارتیر خالی کنین مثلا ما آدمای خدمت میبرم جو میکنم که کروچی یکون کوارتیر اینا یفتن در کار خسته رفتن در کار اینجا همه قضارش کردم که گفتم خیلی بخطیه بید همین روزش با بیستیم اینجا اگر نصیب میشه و یکون جای یفتیم میخیزیم بریم برای اون خانه نگاه داشتم کوارتیر گفتم که یکون کوارتیر خیلی دو بینه غلطی دست است هم سوم هم نیست در کسی هم که همه را چی کنیم تو لیکوتا گرفتی؟ نه ندادیستیان ایروز پگه کردیستیان خیلی هم پگه ویلی که بگیریم مجبوریم اینجا بریم خیلی که یا بالوش که انشالله ما وایسی رو با کفتان میگیریم یکم سوم که افتم میگیریم یکم جوی دیگه ده دیو که پکر میریم هم در جوی کار خوب میکنیم یا دو روزه شده بخیر تو کوارتیر خمونا گرفتن میشه و دوست؟ میشه و که دیگه چیکار میکنیم در اینجا؟ خیلی که نصیب هم چیکار کنیم خیلی شد خوب بوی هیچ که ما نداشتم که ما خونه میریم و سرمون میکنم برو در بری بدون که ای خونه زنگ زدن گفتن که مادر را بیمون خونه بودیم او را جراحی کردن در کار اما دو ماشید که ولی نگرفته ایستم نمیدونم چی کار کنم با بالایی ای خونه بریم چی خود میکنیم در کجا خود میدیم میریم دستوری که خوب میکنیم زید نشیم فهمون خیلی من یه جایی کور میبرم که میرم خطی دستوری که کور میکنم یک موضوع جمع کردن در کور برای بیماری مادرم روی کنم یا جراحی کنم آخی سوم جمع کنم زیغ نشد در جون انشالله یکم جو میابیم حالش میکنیم که هم نیست که مینه دور میشه و خوبی تو فراموش نمیکنم سیغ نشم برادر انشالله همه خوب میشه انشاءالله کی سنگ رسه؟ بازم برادر ای کوارتیر که برویم الو و علیکم سلام چی خیلی خونه ما ترپشکی فهموندم همجا که ما حوزی نماز میبریم کجا میریم و کجا نمیریم خوب میکنیم تو خودت وقت کنی یا که بیرن یا که چه شما شدنی
خود خیلی ما میریم اینجا خیلی یک بابیز خیلی یک برادر مسلمانی اون بچه ها تا بگو پروست که مثلا جا داشته باشن پسکای خیلی همونجا بیستن ما انشالله سهر اخفای همین کار بار میشه میریم همونجا جا رفتیم همونجا من جا نکنیم آخه چی خیلی چی کار کنم من تا آخر که تمام سهر انشالله میخیزیم بریم تمام گوش کن یک گام نمیرم تو چه خیلی آدمی تو؟ همه قبا خوبی میفهمم تو نمیفهمی؟ یگام جای نمیرم باز بریم بعد یعنی انشالله بعد این همی کارو ما قطعی دیگه خیلی آموزیم دمه پروست حیوان میشم خیلی بودیم یگام چی نمیفهمم خدایی برادر خیلی دارم خیلی میکنم نگه که چی کنم بوی صحبت نمیکردی میشید اگر چی گونم که باشه برادری ما با خود صحبت میکردی حرفای بد به هم دیگر نمیگفتی اگر هر کار کنی و برادری ما است گوش کن من یک چیز رو به تو میفهمم برادر زمانی که فرعون ادعای خدایی میکرد الله متعال و موسی و هارون فرمود بروید به پیش فرعون و باهاش با نرمی حرف بزنید و باهاش با نرمی سخن گویید شاید بفهمد شاید بترسد برگردد یکی از صالحان میگوید وقتی این آیه را خواندم گریم گرفت که الله متعال چقدر بنده هایش را دوست دارد یک شخصی از یک حکیم پرسید آیا الله گناهایی که انجام داده میبخشد اون حکیم در جوابش گفت الله کسایی که در حال دور شدنند داره اونها را صدا میزند که برگرد آیا توبه کسانی که دارند بر میگردند نمیپذیرد منتظر چیست برگرد کمتر عصبانی شدم نمیدونستم دیگه چی بگم راست میگویی تو برادر با همدیگر باید ما خوب صحبت میکردیم خیلی اما مرا نمیفهمم نمیدونم چی کنم کمتر عصبانی شدم قطعشم خیلی گپ زدم انشالله که فهمیدم تکرار نمیکنم پدرم است الو والله بر پدرم سوز تنج میشه شما خوب هستین سلامتی خوب مادرم هست تنجی بود پدر وضعیتون کمتر بزرگ شدنی بخشش پدر با کم زنگ وای میتونه در دستش میاد پدر الو وضعیت رو بین خیال میکنم که پدرم مرا دوست نمیدارد دائما با من همانطور رفتار میکنه در میخیر کارهایی که از دستم نمیاد ما رو میفرد خواهی من پسری خوردیش هستم از دستی کلامهای این کارو میبید از دستی من چی؟ اما وقت مرا میگوید با کم زن نمیزند که فهمونم عموما من فکر نمیکردم که پدرم من دوست ندارد از خودی همه خیر است خیلی رفتار میکنم نه پدر اکا جون تو نباید قطعی پدرت یخی صحبت میکردی او پدرت های پدرم نمیتوانن یک پسری خودش رو ای دیگر پسریش بسیارتر دوست دارد او همه ما رو دوست میدارد من یک چیز رو به تو میفهمونم
خوب گوش کن انشاءالله که میفهمی. حضرت علی رضی الله عنه یک پسری داشت به اسم محمد که خیلی قوی و شجاع بود. از حسن و حسین رضی الله عنه کوچکتر بود. همیشه برای کارهای سخت حضرت علی رضی الله عنه محمد را میفرستاد که برود اون کارها را انجام دهد. یک روز مردم جمع شدند به محمد گفتند چرا پدرت فقط برای کارهای سخت تو را میفرستد؟ چرا حسن و حسین را رضی الله عنه با تو نمیفرستد؟ خیلی جواب داد حسن و حسین دو تا چشمان پدرم هستند و من دستی پدرم هستم و دست از چشمان مراقبت میکند. این جمله چقدر ارزش دارد؟ این داداش من است. الله متعال در مورد موسی و هارون میفرماید به زودی بازی تو را با برادرت برای من پدرت تو را خیلی دوست می‌دارد. تو را دوست می‌دارد که با تو کار می‌فرماید. ما باید چیزی ما باید همدیگر برای همه وقت برای دوستداری پدر باشیم. که او پدر برای ما خیلی عذاب کشیده است. خیلی عذاب می‌کشد و ما بزرگ می‌شویم. نکن با پدر این تصور نکن. من خواهش میکنم که با پدرت گپ زن. از او عذر بپرس. گویی که پدر جان ما را ببخش. از دستت میآمدگی را بود کن. نمیتوانی با زبان شیرین صحبت کن. برکت زنم. فهم با او بود میکنم. هیچ وقتی پدر را نبندم. زنم با پدرت التماس کنم. خیلی خوب میشه. من چی شده است که کارهای بد کردستم؟ غمگین نشد دوستان. همه خوب میشود. او در یک کمتر غمگینی اینقدر خودمون رو ناراحت حس کرده ایستادم. هستم بعضا برادرانی که در چی کارها هستم و چقدر غمگینم. خدا رو به دست گیر. همه خوب میشود. خدا شکر خدا که خدا از این بد نکند. خیلی زندگی ما خوب است. شکرانه خدا. چرا این خدا را آزاد میگی؟ زن از پدرت بخشش برد. پدرت میبخشد انشاءالله. زن خیلی صحبت کردن ایمان میام. خیلی باز کنی باز کن. سلام علیکم پدر. من سوز. سلامتیتون خوب است. پدر جان من کمتر کار خطا کردم که به شما استهزی کردم. من رو ببخش پدر. من یک بلا کرده کار شما رو حل میکنم. ولی که من نتونستم با برادرم زنگ میزنم. میفهمم مامانش. انشالله حل میکنم. بخشش پدر. بخشش. ماینش پناه کن خدا. با مادرم سلام. هر دایمون با این همینجا فقط همینجا کار میکنیم. روز یاده کاش دیگه از باید بایم بیاد. این کوارتیر رو قدیم همون برادر گرفتگی بودیم. این پاوش بیاد چیه خواهد میشه.
مال شکر رفتیم.
یک دقیقه کرد و فکرم در تختق شده سری میگم تینجی باشه با توجه داشتی؟ نه؟ با کیه میگی با فکرم؟ میگم که اگه میلیسه اگه چی نباشه اگه اوزی بلند رو بردین در اینجا در کرانتینا همه اوزی بلند رو بردین با فکرم رو بیرم در کمین نداریم هر دوم باید اون پرابلیم نشد در این وقتی